أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید باب احتمال الاذى، باب در مسئله تحمل کردن اذیت و وزمینی و آزار. یعنی اگه انسان بالای سرش آزار میآید تحمل بکند یا نکند، صبر بکند یا نکند، در همین مسئله هست. خب امام نووی رحمه الله در زیر این باب اول دو آیت میارد، بعدش یک حدیث میارد و این باب را به آخر میرساند. میگوید قال الله تعالی، اول آیت را میارد امام نووی رحمه الله میگوید الله سبحانه و تعالی گفت که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، یعنی که فروبرندگان خشم و غضب و بخشندگان گناهان مردم را والله یحب المحسنین، الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد انسان‌های نیکوکار را. پس معلوم شد که این دو مسئله، یعنی که کاظمین الغیظ عافین عن الناس، یعنی فرو بردن خشم و غضب یا بخشیدن مردم اگر اون آزار و اذیتت بدهند، این از عملهای نیک بوده است که الله در دوامش به اشاره گفت که والله یحب المحسنین، یعنی الله دوست می‌دارد انسان‌های نیکوکار را. پس این دو کار معلوم می‌شود که کاری نیکو هست. بعد از این آیت دیم رو میارد امام نووی رحمه الله میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور، یعنی که و حتما کسانی که صبر میکنن و غفر و حتما کسانی که میبخشن، این ذلك لمن عزم الامور، هر آینه این صفت، این خصلت صبر و خصلت بخشش از عزم امور است، یعنی از کارهای بزرگی است، از کارهای شایسته تحسین و شایسته تشکری هست. بعد از این دو آیات اکنون میگوید فی الباب الاحادیث السابقه فی الباب قبله، و در این باب میگه، در همین باب احتمال الاذى، حدیثای گذشته را میگه بیاریم، حدیثایی که امروز بابش بود کردیم او را میگه میتونیم بیاریم، و فی الباب قبله، یعنی که در باب پیشین است، امروز خلاص کردیم همون باب را میشود همون حدیثا را در این باب هم بیاریم، به خاطر اونجا هم همین طور صبر کردن و تحمل کردن و بخشیدن کمبودی کسی دیگر، همین مسئله بود. میگه میشه اون حدیثا را بیاریم. اما امام نووی یک حدیث جداگانه در این مسئله میارد، میگوید که حدیث 647 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رجلا قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آینه مرد میگه گفت که یا رسول الله این لی قرابتا اصلهم و یقطعونی، مرد نزد رسول الله اومده گفت که رسول الله این لی قرابتا، گفت هر آینه من قرابه دارم، قرابه یعنی خویش تواری نزدیک خویشاوندان دارم، اصلهم من با اونها ارتباط برپا میکنم، اصل من پیوست میکنم صله رحم رو، یعنی ارتباط و داد و گرفت و رفت آمد میکنم با اونها، و یقطعونی و اونها با من ارتباط نمیکنن و اونها با من رفت آمد نمیکنن، و احسن الیهم و گفت ای رسول الله من با اونها نیکی میکنم، من اونها را خوبی میکنم، و یسیئون الی و اونها باشد به من بدی میکنن و اونها به من بدی میرسونن، و احلم عنهم یعنی که من باشم میگد و احلم عنهم یعنی که صبر پیشه میکنم در برابر بدیاشون، و احلمو یعنی حلم پیشه میکنم، عنهم یعنی نسبت به اونها به من بدی میکنن، من حلم و صبر و تحمل ما برای اونها پیشکش میکنم، و یجهلون علی باز هم اونها بدی میکنن بالای من، باز هم بالام بدی میکنن. فقال پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اکنون این قصه اجده جواب میتید، میگوید که لئن کنت کما قلت، یعنی که
اگر که باشی تو همان گونه که گفتی، یعنی همین گپی گفتگیات راست باشد، واقعا همین طور باشد، فکأنما تصفهم المل، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که پس تو گویا که به اونها تصفهم یعنی میپاشی با بالاشان یا که میخورانی ویها را المل یعنی خاکستری تصفان، فکأنما تصفهم المل، گویا که تو اونها را خاکستری تصفان میخورانشان، با بالای اونها خاکستری تصفان میپاشی، یعنی که تو در حق هستی و اونها در باطل، اگر این گفتگیات راست باشد. ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. پیغمبر در دوام سخن گفت که ولا یزالو و هنوزم یعنی بردوام معك من الله تعالی ظهیر، همراه تو از جانب الله تبارک و تعالی ظهیری هست، یعنی پشتبان یاردمچی همراه تو هست، علیهم بر ضد ویها، ما دمت علی ذلک یعنی تا زمانی که تو بر همین صفت باشی، تا زمانی که تو همین طور باشی، یعنی تو با اونها صله رحم کنی، ارتباط برقرار کنی، اونها از تو بگریزن، با اونها خوبو کنی، اونها با تو بدی بکنن، اگر همین طور باقی بمانی، پس از جانب الله تبارک و تعالی همراه تو ظهیری هست، پشتبانی هست. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. با همین باب احتمال الاذى، تحمل کردن اذیت و آزار، با آخر رسید. میگذاریم به باب بعدیش. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگه باب الغضب، باب در مسئله خشم است، باب در مسئله خشم کردن، غضب کردن، خشم و غضب کردن. اذا انتهکت حرمات الشرعی، کی غضب کنیم؟ وقتی که شکسته شود، پاره کرده شود حرمات شرعی، یعنی که شعارهای الله پایمال کرده شد وقتی انسان غضب بکند. والانتصار لدین الله، و انتصار یعنی دفاع کردن از دین الله، در حالت دفاع کردن از دین الله غضب کردن. پس این در این مسئله است. غضب در عموم بد است، اما در این حالت ها غضب جایز است و اما برای خاطر باب مخصوصش آورد. پیشتر هم آوردگی بود که غضب باب مخصوص، والله علم خوندیم که غضب یعنی صفتی بد است، صفتی ناخوب است، یعنی شیطان در رگ انسان در حالت حرکت است که انسان به غضب می آید. اما در اینجا غضب مقید است، غضب معین. وقتی یک کس را میبینیم شعارهای الله را پایمال کرده است، پس بالای اون غضب کردن، یا به خاطر دفاع کردن از دین الله غضب میکنیم، غضب نشان میدیم، جایز است یا نیست؟ بله جایز است. اکنون دلایل برای ما امام نووی رحمه الله تقدیم میکنه. اولا دو آیت میارد، میگه که قال تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی و من یعظم حرمات الله، یعنی هر کسی که بزرگ میدانند شعارهای الله را، مقدسات الله را، حرمات الله نه مقدسات الله، مقصد حلال حرام را، چیزهای شرعی را یعظم یعنی بزرگ میشمارد. فهو خیر له عند ربه، پس انا همین عمل این انسان بزرگ شماریدنش خیر است، بهتر و خوبتر است برای این انسان خودش، عند ربه در نزد پروردگارش، یعنی در نزد پروردگارش یک خوبی حسابیده می شود این اعتقادش و این بزرگ شماریدنش. این یکم آیت باید شعارهای الله چی شود؟ بزرگ دانسته شود. و دویم آیت رو میارد، میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اکنون الله سبحانه و تعالی باز کسانی که از دین الله دفاع میکرد اونها را یک نصیحت خوب میتید و یک وعده خوب میتید. میگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید، این تنصروا الله، اگر که شما یاری بکنید الله تبارک و تعالی را، یعنی دفاع بکنید از الله تبارک و تعالی، یاری بکنید الله تبارک و تعالی، یعنی مقصد الله در اینجا یعنی که یاری بکنید، دفاع بکنید دین الله را، شعارهای الله را
دفاع بکنید، زیرا که الله سبحانه و تعالی احتیاج به یاری و نصرت ما ندارد، دفاع ما ندارد، بلکه دین، مقصد دین الله را اگر که ما دفاع کردیم از دین الله، یاری کردیم دین الله را، الله میگه ینصرکم، الله شما را نصرت میتید، الله شما را قوه میتید، الله شما را پیروز میگرداند. و یثبت اقدامکم، و ثابت قدم و استوار میگرداند قدم های شما را. و الله سبحانه و تعالی قدم هاتون استوار و ثابت قدم میگرداند. پس کسانی که از حق دفاع میکنند این دو صفت عالی و بزرگ و صفت نکوی با اون هست. یکم که یاردم الله با اون انسان است، دویم الله اون را استوار و ثابت قدم میگرداند. خب الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این طایفه بگرداند، آمین یا رب. خب بعد از این دو آیت اکنون امام نووی میگه و فی الباب حدیث عائشه رضی الله عنها السابق فی باب العفو، و در همین باب میگه میشود حدیث عایشه رضی الله عنها که در گذشته آوردیمش، در درس امروزه که گذشته در اون باب میگه میشود در اینجا بیاریمش، اون حدیث هم میشود در زیر این بیاریمش، اما امام نووی خودش اشاره میکرد اون بیار میشود. اما خودش امام نووی کدام حدیث را میارد اکنون میگذره در قسم حدیث ها. میگه حدیث 648 و عن ابي مسعود عقبه بن عمرو البدری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو مسعود عقبه ابن عمرو بدری رضی الله عنه روایت است که گفت جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم فقال، میگه آمد مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پس گفت اینی لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما یطیل بنا. آمد نزد رسول الله شکایت کرد، گفت که اینی، گفت هر آینه من لاتأخر، یعنی حتما دیر میایم، یعنی خودم دیر میام، نباشه میتونم بر وقت بیام اما خودم دیر میکنم. عن صلاة الصبح یعنی برای نماز بامداد، برای نماز بامداد خودم میگه دیر میام. من اجل فلانین، یعنی سببی دیر آمدنم که میتونم بر وقت بیام اما نمیام، دیر میام من اجل فلانین، به سبب فلان آدم است. گفت اما آدم یعنی گناهگار است در اینجا، یعنی آدم چیکار میکند؟ مما یطیل بنا، گفت اون طولانی میکند نماز را با ما، یعنی درازی بد میخواند، نماز طولانی بد میخواند، پس تحمل همه اون را صبر کردن ندارم، از این حساب دیر میام که جماعت دایره کنم در رکعت‌های اخیر، در لحظات اخیر دایرهشون کنم. میگه بس خلاصه سبب دیر کردنم همون مرد است. گفت پس ابو مسعود عقبه ابن عمرو میگه که فما رأیت النبی صلی الله علیه و سلم غضب فی موعظه قط اشد مما غضب یومئذ. میگه فما رأیت النبی، پس ندیدم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را غضب فی موعظه قط، غضب کرده باشد در سخنگویش هرگز، اشد مما غضب یومئذ، سختتر از اونه که غضب کرد در اون روز. یعنی وقتی اون مرد آمد و پیغمبر این چیزا گفت، چنان پیغمبر به غضب شد، میگه یکمین بار این طور غضب پیغمبر رو دیدم. فقال، پس میگه پیغمبر گفت یا ایها الناس، گفت ای مردم، این منکم منفرین، گفت هر آینه از بین شما کسانی هستند که منفر هستند، یعنی مردم گریزان هستند، دیگران را میگریزانند از دین الله، دیگران را میگریزانند از عبادت الله، دیگران را میگریزانند، سبب گریختن دیگرها میشوند. فایکم اما الناس فلیوجز، پیغمبر اکنون تعلیم داد، گفت پس هر کدام شما که اما الناس یعنی امام مردم شد، فلیوجز، پس کوتاه بخواند، پس اون قرائتاش کوتاه بکند. فإن من ورائه الكبیر و الصغیر و ذا الحاجة، پس گفت هر آینه من ورائه یعنی در پشت اون امام، الکبیر یعنی سال خورده و موی سفیدان هستند، و صغیره و زنهایی هست که کودک دارن در خانه، کودک در خانه مونده نمازخوانی آمدگی هستند، صغیر دارند یعنی کودک هستند. و ذل حاجتی، و همراه اونها انسانهای ذوالحاجه هستند، یعنی کار
افتادگان یا بگیم انسان هایی که کارهای فوری دارن، کارهای عاجلی دارن، صاحب حاجت هستن، یعنی باید بروند، پس از پشت شما گفت این طور انسان ها هستن، فلیوجیز، پس نماز را کوتاه بخوان، نماز قرائت کوتاه بکن. خب حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 649 و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم من سفرین، یعنی آمد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از سفر. از کدام سفر؟ رسول الله میگه برگشت و قد سترت صحوة لی بقرام فیه تماثیل، و قد سترت، واقعا میگه من پوشانده بودم، سترت یعنی ستر کرده بودم، پوشانده بودم، صحوة لی یعنی همون تاقچه‌ای که داشتم در خانم، یعنی تاقچه‌ای که در دیوال میکندن کو، همون میگه یعنی که پوشاندگی بودم بی قرام، یعنی با پرده. قرام مقصد چی است؟ پرده است. یعنی همون تاقچه چند میگه پرده کشیده بودم، در تاقچه نتاوه گفته پرده کشیده بودم، میگه فیه تماثیل، اما در همون پرده کشیدگی من میگه تماثیل بود، یعنی صورت ها بود، همون صورت داشت. پس پیغمبر میگه آمد فلما رآه، پس میگه این کاری کردگی مرا دید، یعنی که اون پرده را که صورت داره دید. فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دید حتکه، او را پارش کرد، دراندش. حتک به معنای پاره کردن که به معنای همون صورتش دراندن، بگیم شکیده دراندن یا که کور کردن. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه دراندش، پارهش کرد، میگه و تلون وجهه، و دیگرگون شد میگه روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چنان در غضب آمد وقتی دید در خانهش پرده این صورت دار است، چنان در غضب آمد و قال، بعد میگه پیغمبر گفت که یا عایشه، تو ای عایشه، اشد الناس عذابا عند الله یوم القیامه الذين یضاهون بخلق الله، گفت ای عایشه سختترین مردم از روی عذاب در نزد الله تبارک و تعالی در روز قیامت الذين، کسانی هستند که یضاهون بخلق الله، یعنی که تشبه مانندی میکنن به خلق الله تبارک و تعالی. تشبه مانندی کردن به خلق الله سبحانه و تعالی هست گفت، یعنی که انسان های صورتگیرها را سختترین عذاب براشون در روز قیامت است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم این علت قطعی غضب کرد و رنگ رویش دیگرگون شد و اون را پاره کرد. حدیث متفق علیه است. یعنی صورت گرفتن، وظیفه صورتگیری، رسم کشی، این سببی در عذاب دردناک الله گرفتن می شود. از این حساب بدون حاجت صورتگیری زیاد را علما حرام میدونن، صورت گرفتن حرام است، مگر اینکه یگان مسئله داکیومنتات شده، یگان شده لازم شود بعد مباح است و الا جایز نیست. و مخصوص صورتگیرا خودشان این دیگر عذابی سخت‌تر است بالاشون. خب این بود حدیث 649. بعد از این حدیث 650 و عنها ان قریشا اهمهم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت، و از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است ان قریشا، هر آینه قریشی ها، اهمهم شأن المرأة، یعنی که نگران گردانده بود، با تشویش آورده بود قریشی ها را شأن المرأة المخزومیه، یعنی که حالت زنی که از قبیله مخزوم بود، یا ماجرایی که واقع شده که بود از زنی مخزومی، التی سرقت، یعنی کارش چی بود؟ دزدیده بود. یعنی این زنه که میگن صفتش این بود که میرفت مردم یکم چیزا عاریت میگرفت، امانت میگرفت میار، بعد این کار میکرد، یعنی حکم دزدی را داده بودنش، فهمو میگرفت بعد این کار میکرد. خب خلاصه که همین زن دزدی کرد و این از قبیله قریش که بود، از قبیله با اعتبار و از قبیله با مشهور و معتبر. از این حساب میگه قریشی ها بسیار نگران شدن از این کار، فهمو از این کار، یعنی که بالا این زن باید حکم شرعی جاری شود. بسیار میگن قریشی ها نگران شده بودن.
فقالو پس قریشی ها گفتن که من یکلم فیها رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی کی سخن میگوید فیها، یعنی در مسئله همین، در ماجرای همین زنی مخزومی با رسول الله صلی الله علیه و سلم، کی با رسول الله گپ زده میتوانند. فقالو پس میگه قریشی با بعضشون گفتن که من یجتری علیه الا اسامه بن زید حب رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت من یجتری علیه، یعنی کی میتواند که من یجتری علیه، یعنی نمیتواند جرأت کند نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم برود مگر اینکه اسامه ابن زید حب رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا محبوب و دوست داشته رسول الله است، پیغمبر این را بسیار دوست می‌دارد. پس گفتن که اسامه ابن زید را میتونیم پیش رسول الله رایش کنیم. فکلمه اسامه، پس اسامه رفت نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقال فکلمه، این سخن گفت در همین مسئله، در مسئله زن مخزومیه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اتشفع فی حد من حدود الله تعالی، آیا گفت شفاعت میکنی، یعنی میانه روی میکنی در حد از حدود الله تبارک و تعالی، یعنی که در حد الله جاری است، که من نیست که تو بیای مثلا شفاعت کنی و بگو را ببخش، این حد الله، او تو گفت در حد الله تو شفاعت میکنی. ثم قام فاختطب، پس میگه خیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سخنرانی کرد. ثم قال، پس پیغمبر گفت که انما اهلک من قبلکم، هر آینه گفت هلاک گردانید کسانی را که پیش از شما بودند، انهم كانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه، گفت هر آینه ویها بودند اذا سرق فیهم الشریف، هرگاهی که دزدی میکرد از بین اونها یگان انسان مشهور و نامدارشون، ترکوه، او را به حال خودش میگذاشتن و رها میکردن، یعنی حکمی شرعی را بالای انسانهای شریفشون جاری نمیکردن. و اذا سرق فیهم الضعیف، پس هرگاهی که دزدی میکرد از بین اونها یگان انسان ضعیف و ناتوان و کمبغل و بیچارهش، اقاموا علیهم الحد، علیه الحد، پس برپا میکردن بالای اون بیچاره کمبغل ضعیف حد رو، یعنی حد شرعی را تقسیم کرده بودن، بالای کمبغلا و ناداران و بی‌صاحبان جاری شود و بالای انسانهای شریف و مشهور و نامدارها نه. ویم الله، پیغمبر قسم خورد، ویم الله، قسم به الله، ویم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها، گفت اگر که فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم دزدی بکند، لقطعت یدها، حتما دستانش را میبرم. یعنی که در دین ما فرق ندارد، دزدی در هر کسی که میکند، شریف است ضعیف است، بالاش جاری می شود حکم الله تبارک و تعالی. پس این حدیث متفق علیه. پس در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و چیکار کرد؟ غضب کرد در کار این شفاعت کردن در حدود الله. بعد از این حدیث 641 و عن انس 651 و عن انس رضی الله عنه وعن انس رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم رأى نخامة فی القبلة، از انس رضی الله عنه روایت است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید، میگه نخامه را در قبله، نخامه آب دهن، کسی توف کرده بود آب دهنش پرتاب کردگی بود در طرف قبله. فشق ذلك علیه، پس وزمین آمد این کار بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی پیغمبر ناراحت شد. حتی رؤی فی وجهه، تا اینکه دیده شد در روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که ناراحت شد در روش حس کردن، همقدر ناراحت شد که دیدن برابر حس میکردی که پیغمبر ناراحت است. فقام، پس پیغمبر خودش میگه از جویش خست و فحکه بیده، پاک کرد، میگه همون آب دهن را به دستان مبارکش، خودش پیغمبر اون آب دهن را پاک کرد. فقال، پس گفت ان احدکم اذا قام فی صلاته، گفت هر آینه کسی از شما وقتی که راست می ایستد در نماز، وقتی نماز خانه می شوی میای رو به قبله راست می ایستی، فانه یناجی ربه، پس هر آینه همین انسان نمازخوان مناجات میکند با پروردگارش، یعنی در حالتی مناجات کردن با پروردگارش است. و ان ربه بینه و بین القبلة، پس میگوید که هر آینه پروردگار همین انسان نمازگزار
بین نمازگزار و بین قبله از پروردگار در روپروش است. وقتی که نمازخوانی می شود فلا یبزقن احدکم قبل القبلتی. پس پیغمبر میگه که فلا یبزقن، پس آب دهن نه اندازد نه پرتوید کسی از شما قبل القبلت، نه به طرف قبله، به طرف قبله آب دهن نه پرتوید. چرا؟ زیرا که پروردگارش در رو پروش است، بین قبلش و بین روی این انسان است. ولکن عن یساره، پیغمبر میگه لیکن اگر که پرتوفتنی است آب دهنش را، ولکن عن یساره، طرف چپش پرتوید، طرف چپش در آب دهنش توف کند. او تحت قدمه، یا در زیر پایهاش پرتاید. وقتی توف کرده که است سرش خم کند سین زمین توف کند، اما رو پروش طرف قبله آب دهن پرتافتن این از آداب نیست، یعنی که پروردگار در رو پروت است. ثم اخذ طرف ردائه، پس میگه گرفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک گوشه رداش را، یک گوشه لباسش را. فبصق فیه، پس پیغمبر میگه توف کرد آب دهنش را گذاشت در همون گوشه لباسش. ثم رد بعضه علی بعض، بعد کشید بعضش بر بالای بعضش، یعنی شکید. اول توف کرد و بعدم جای توف کرده گیرن چکله که لباس بگیم میشه بهش میشکید. کم تری میگه پیغمبر شکیدش، مالیدش. فقال، پس میگه پیغمبر گفت که او یفعل هکذا، یا این چنین بکند. یعنی پیغمبر یاد داد، گفت طرف دست چپ پرتا یا به زمین پرتا اگر در مسجد نباشی. این دو حالت در مسجد نبودن است. حالتی سیم در مسجد باشی چیکار کن؟ در یک بری لباست، در یک بری لباست و لباس نبشک. یکی امروز مثلا چی است این مندیلا و بگم چنم داره روی مالچا و این سلفتکه چه این چیزا که هست، به اینها می شود آب دهن را گرفت یا آب بینی را قاق کرد، در داخل نماز جایز است. اما توف کردن این به طرف قبله و طرف راست جایز نیست. اما در مسجد باشیم برآوردنش در داخل مسجد در یگان صورت جایز نیست. حدیث متفق علیه است. اکنون در آخر میگه والامر بالبصاق عن یساره و تحت قدمه هو فيما اذا كان في غیر المسجد. امری که پیغمبر گفت که توف کنه در طرف چپش یا در زیر پایهایش، او میگه در وقتی که در مسجد نباشد. فاما فی المسجد فلا یبصق الا فی ثوبه، اما در مسجد باشد پس آب دهنش را نگیرد مگر اینکه در لباسش، فقط در لباس است و بس. یعنی که در لباس جو که در اون سلفیت که روی مالچا و خلاصه همین چیزا در بگیرد، اما در زمین و طرف راست و چپ و قبله و یگان سو باید نپرتوید آبی دهانش را. خب این بود این باب. با همین این باب با آخر رسید، باب غضب برای دین الله. و بعد از این باب امر ولات الامور بالرفق برعایاهم و نصیحتهم. خلاصه این مسئله درس آینده، باب نو درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. این بود درس امروز همان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.